صبح بر وقت روز سه‌شنبه ششم اکتبر اعتراضگران قرغیز بینای حکومت و قرارگاه خدمات امنیتی را اشغال نموده به نوشته رسانه‌های محلی سابق پرزیدنت این کشور المازبек اتنبایف را از محبس آزاد کردند. پرزیدنت قرغیزستان سورونبای جیمبکوف از مخالفینش دعوت کرد که ناآرامی‌های دسته‌جمعی را متوقف نمایند. رهبر قرغیز تاکید کرد که برای جلوگیری از ریختن خون مردم او به نیروهای امنیتی فرمان داده است آتش نکشایند. صلح و ثبات کشور مهمتر از هر گونه وکالت سیاسی است. من به کمیسیه مرکزی انتخابات پیشنهاد کردم که هر خلافکاری در جریان انتخابات را موشکافانه تفتیش کنند و اگر ضرور بود انتخابات را از اعتبار ساقط کنند. من از رهبران حزب‌های سیاسی دعوت می‌کنم که طرفدارانشان را آرام نموده از شرکت در گردهمایی‌ها خودداری ورزند. جیمبکوف فعالیت‌های اعتراضگران را که بینای حکومت، خدمات امنیت و تلویزیون را اشغال کرده‌اند، تلاش غصب دولت از طرف بعضی نیروهای سیاسی نامید. صبح سه‌شنبه مکانی بود و باش جیمبکوف معلوم نبود. سخنگوی پرزیدنت قرغیزستان طلقانای ستمالیوا گفت جیمبکوف در بیشکک است. روز دوشنبه بعد اعلان نتیجه های پیشکی انتخابات پارلمانتی که طبق آن دو حزب جانبدار جیمبکوف پیروزی نظررس به دست آوردند، هزارها نفر در میدان الاتوی بیشکک جمع شده لغو نتیجه های انتخابات را در میان گذاشتند. و قبل آنها در آوازدهی تقلب و خریدن رای ها جای داشت. شام دوشنبه پلیس اعتراضگران را پراکنده کرد ولی آنها بعد مدتی به مرکز بیشکک برگشته قرارگاه حکومت و پارلمانت را اشغال کردند. در دیگر شهرها و ولایت‌های قرغیزستان هم گردهمایی‌ها جریان دارند که در آن اکثرا مخالفین حکومت اشتراک می‌کنند. در ولایت اوش باشد طرفداران پرزیدنت قرغیزستان جمع شدند و برادر او اسیلبک جیمبکوف از مردم دعوت کرده است که وحدت و ثبات را حمایت کنند. قرغیزستان با 6.5 میلیون اهالیش از متفقان نزدیک روسیه به شمار می رود. در 15 سال گذشته دو رهبر این کشور بر اثر آشوب‌ها برکنار شدند.